دندونم درد میکنه. حالا دندون درد میکنه بشه لنگ میزنی. به تو چه؟ دکتر آب سر که بخورم دندون درد میگیره. خب اصلا نخور. دندان پزشکی یعنی دندانهای پزشکی. چه ربطی داره؟ مجدد به تو چه؟ آی دکتر شما بشونین دندون درش بخاطر اینکه همش سرش تو گوشیشه. میدونی دندون پزشکی عصبی میشن چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ میرن بیرون یه نخ دندون میکشن. دکتر میشه اینو بدی من ببرم خونه. خب حالا توفه کن. چندش رو من که نه تو دستگاه میشه. 90% از دلیلی که دندون پزشکی نمیام. دکتر همین توفکی چه در میاری؟ اسم این ساکشن عزیزم. اوضاع دندونات هم خیلی خرابه. آره جنس شیریه. چی؟ شیریه. نمیفهمم چی میگی. دکتر جنس دندونام شیری است. هر وقت بشین روی صندلی پاهم شل بشه. در هفته چند بار میزنی؟ 2-3 بار. مگه رو دندونم تاثیر داره دکتر؟ منظورم مسواکه. میخوام یه سیده بزنم. احمق داری چیکار میکنی؟ از این ور میخوام تو دهنت بزنم. بیسان اوه اوضاع دندونات خیلی خرابه. سیگار میکشی؟ از زردی دندون فهمیدی دکتر آفرین. نه بابا ازگل سیگارت بنداز تو کلینیک. کی سیگار میکشه؟ از بچگی دوست داشتم دندون پزشک بشم. خب چرا نشدی؟ خلاف پولش بیشتره. چیکار داری میکنی؟ بیسه. کشیدم دندون خرابت خوب شد؟ نه. بشی. دکتر چپ خودم گفتم نه چپ تو را. دکتر مطمئن اگه ایشون دستی در میاره دندون بسته بشه. دکتر دمت گرم دوست دخترم میارم پیش خوده. چیکارشه؟ دندون بزنه. چی دندون بزنه؟ عصبشه به دندون بزنه دردش میگیره. تکنولوژی. نصف مدل‌ها شهر کار خودشونه. باز کن. بازتر. بیشتر باز کن. بیشتر. دکتر بیشتر باز میشه که گاراژ کلیس دهن دیگه. بیا عزیزم تا 24 ساعت چیزی صفر نخوری. ولی پولی که تو کشیدی ما تا یک ماهش گوی نمیتونم بخورم. وضع مالی یه جوریه که کرمای اون دندونم که خوردن چیزی واسه خوردن ندارن. خانم میدونی تو که ما فکر تو از 5 تا 20 تومن میتونی کامپوزیت کنی؟ جدی؟ به کس نگم. دکتر راسته؟ چی راسته؟ که تو اساسات 6 ماه بدون سود بهره کار انجام میدین؟ بله. مثل اینکه 10 سال گارانتی و پالیش رایگان هم دارین. بله. پس من یه 10 سال برداشت.